سلام. به اولین ویدیو یوتیوب من خوش اومدید. اسم من ابوالفضل و امروز میخوام با شما بازی ماینکرافت سروایور مود رو بازی کنیم. جدیدی باز میکنم تا بازی رو شروع. همیشه دوست داشتم ماینکرافت رو تموم کنم ولی هیچ وقت فرصتش رو پیدا نکردم یا پیدا کردم اصلا حالش رو نداشتم که بازی رو در مود سروایور تموم کنم. برای همین در این سری میخواهم این دراگون لعنتی رو بکشم تا ماینکرافت رو تموم کنم. مثل هر انسان معمولی دیگه میخوام ماینکرافت رو خیلی ساده شروع کنم با چوب زدن اینجور چیزا. خودتون از من خیلی غلط ترید. چرا من؟ چون هیچ گزینه دیگه نداشتم. همیشه تو زندگیم تنها موندم، برای همین اومدم تو یوتیوب تا رفیق‌هایی پیدا کنم. یه دوتا دارم ولی میخوام زیادتر باشه رفیقم، برای همین اومدم. یه ذره هم لحظه دارم برای اینکه از تبریزم، ترکیه آذربایجانی دارم، برای همین لحظه دارم. نمیفهمن چی دارم میگم. گار پیدا کردم ولی خیلی زوده بریم توش، چون من اونجا صلواتی میکنن. چند تا سوپ درست کنم. ببخشید اولین ویدیو خیلی بلد نیستم چیه، خیلی نوبم برای این کارا. زامبی اینجا چه گوهی میخوره. بمیر دیگه. نه بازی شروع نشده دارم میمیرم. این چه وضعی؟ خیلی دیالوگام هم ضعیفه، چون برای این کار طراحی شدم. هنوز اون تجربه کافی رو ندارم که صحبت کنم با شما دوستان دارم. چرا برای اولین ویدیو ماینکرافت رو انتخاب کردم؟ چون چاره دیگه نداشتم. چون یه گوشی دارم خیلی قوی نیست، خیلی هم ضعیف نیست، یه چیزی بین نرمال و پایینش، یه چیزی بین نرمال و پایینش هست، سطح پایین داره. برای همین ماینکرافت رو انتخاب کردم. دوست دارم در این سری بتوانم ماینکرافت رو تموم کنم، ولی فکر نکنم. خیلی هم دراپ FPS میخورم این بازی. حالا میگید این کسخل داره کجا پیدا کنه، نمیدونم والا. فکر کنم بگا رفته. برای اولین ویدیو میخوام یه خونه داشته باشم، بعدش برم تو کار برای پیدا کردن مسائل های آهنی و گیم های آهنی. چون میخوام بازی رو تمام کنم برای به دست آوردن امکانات جدید. میدونم چرا اینجوری انگار اخبار دارم میگم، حرف میزنم، ولی ببخشید. ساعت 3 شبه، نمیتونم خیلی جیغ داد بزنم. یه ذره باید تو فارسی حرف زدن تمرین کنم. خیلی نوبم تو این کارم، میگم خیلی نوبم.
دونه تبر درست کنم برای درخت دارم. لطفا تو کامنت ها نگین کلینج حرف میزنیم، لطفا بلد نیستم هنوز، اینقدر خوب نیستم برای یوتیوب. ولی میدونم خیلی انتظار نداشته باشه. ولی تلاش میکنم برای بهتر شدن در این حوزه. میخوام یه خونه کوچیکی درست کنم، در حد این باشه اوکیه، برون باشه کوچه جناموس. انگار من دارم چیکار میکنم. یه طویله بهتر از این به قرآن. امیدوارم بعد از 5 سال بعد از 5 سالی که زمان میگذره این ویدیو رو میبینم، نگاه کنم و فقط بخندم، چون خیلی کلینجم. صوبم چما چند تا گاو گوسفند بزنم. درست اینجا گوسفند نیست ولی مهم اینه که نیت داشته باشه. صدا هم بشنوید انگار بچه تازه به بلوغ رسیدم ولی 18 سالم. خیلی دراپ FPS میخوریم. میخوام خونم رو کامل کنم بعدش ویدیو رو تموم کنم. یه ویدیو کوتاهی بود از ابوالفضل میکمو. فقط این برای معرفی بود، برای پارت بعد میخوام بیشتر از این بود میذارم. تخمی به نظر میاد ولی برای شب اول اوکی. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.